الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امین الله رسولی هستم، معاون پوهنځی طب مالجوی. پوهنځی طب مالجوی مؤسسه تحصیلات عالی زاول در سال 1392 در چوکات این مؤسسه آغاز به فعالیت نموده است. از بعد تأسیس تا کنون تلاش‌های مؤثر در زمینه تربیت کادرهای علمی و مسلکی و دانش طبی از خود نشان داده تا رسالت خویش را در جهت خودکفایی صحی و سلامت افراد جامعه ادا نماید. پوهنځی طب مالجوی خود را متعهد به ارائه بهترین برنامه‌های تحصیلی در ساحه تحصیلات عالی دانسته خدمات خود را در عرصه طبابت ارائه می‌دهد تا دانشجویان را برای ایفای نقششان من حیث یک طبیب مسئولیت پذیر و توانمند در عرضه خدمات صحی با کیفیت مطابق تمام موازین اخلاقی و مسلکی در یک محیط پویا آماده نمایند. این پوهنځی 11 دور فراغت درخشان را در کارنامه‌های علمی خود داشته و به منظور ارائه خدمات تحصیلات طبی برای جویندگان دانش در این رشته آماده خدمت رسانی می باشد. پوهنځی طب مالجوی با داشتن اساتید کادری، شفاخانه کادری، لابراتوارهای مجهز، صنوف درسی معیاری، کتابخانه مجهز، داشتن تفاهم‌نامه‌های کاری در بخش شفاخانه‌های دولتی و خصوصی، محیط مسئول و ساحه سبز، مرکز مشاوره و مرکز کمک‌های اولیه طبی در خدمت هموطنان عزیز قرار دارد. آنجا که شایسته شماست گام بردارید.